من اومدم با یک نظریه جدید در مورد استیو. میخوام یه پیشینه تاریخی اول بهتون بدم. همونجور که خودتون بزرگواران در جریان هستید، بعد از جنگ جهانی دوم تا در دهه 90 ما درگیر یه جنگ سردی بودیم. ما که تو حاشیه‌اش بودیم، در واقع نبودیم، ولی بین آمریکا و شوروی جنگ سرد بود. توی جنگ سرد اتفاقی که افتاد، خب دقیقاً بعد از اون دو تا بمب اتمی که آمریکا انداخته بود توی ژاپن، داستان این بود که خب جنگ رقابت جنگ‌های کلاهک‌های اتمی هم رقابتش شدید شده بود بین شوروی و آمریکا. اینا نمیدونم چند هزار تا کلاهک داشتن، اونا چند هزار تا کلاهک بمب هیدروژنی ساخته بودن، هی اونا امتحان می‌کردن، اینا امتحان می‌کردن. یک خطری در دنیا بود که اگه یکی یه موشک شوت کنه، حالا این بزن اون بزن، اصلا ممکنه همه تمدن بشری از بین بره و دنیا در یه وضعیت خیلی ترسناک و خطرناکی بود. مثل امروز نبود که اینقدر بالاخره همین ارتباطات باشه. حالا الان بعضیا میترسن، میگن اوه دنیا داره وضعیت چیزی میشه. اون موقع خیلی ترسناکتر بود، برای اینکه اینترنت هم نبود، اطلاع رسانی هم نبود و آدما بیشتر میتونستن برای خودشون تخیلاتی بکنن که الان تو شوروی‌ها دارن این کارو میکنن، اینا الان پشت مرزن، اونا به یه تونلی دارن از مثلا که میان مثلا وسط آمریکا و میرن. بالاخره خرافات و شایعه خیلی بازارش بیشتر بود دیگه در نبودن این داستان فکت چک. ولی یه ترس کلی بود از اینی که ممکنه این بزن اتمی به جایی برسه که تمدن بشری از بین بره و یک فضای پست آپوکالیپتیک به وجود بیاد. پست آپوکالیپتیک میشه فضای آخرالزمانی. کلا انسان ها همیشه در طول تاریخ نگاه بکنید ببینید نمونه هاشو همه جا میبینید. مثلا مایه ها 1000 سال پیش یهو همه شهرهاشون رو ول کردن، پا شدن رفتن روی کوه ها و هنوزم که میدید مثلا یوکاتان تقریبا به سبک ما قبل اون 1000 سال دارن زندگی میکنن. هیچ کم نفهمید. یعنی وقتی هم که اسپانیایی‌ها اومدن رسیدن دیدن اینا اصلا شهرهاشون ترک شده رفتن. به خاطر همین این پایرامیدا همه زیر جنگلاست دیگه، هنوزم که در میارن. منطقه خیلی وسیعیه. این تفکر توی بسیاری از تمدن‌ها بوده که ممکنه یهو مثلا ما همه نابود بشیم، فضای آخرالزمانی بشه و آدمو فرار میکنن. این توی آمریکا تو دهه مثلا 60 و 70 و 80 و اینا خیلی زیاد بود. من احساس میکنم این آخر هفتم با دوستای آمریکایی نشستم یه مشورت گذاشتم، گفتم ببینید شما شاهد باشید، این داستانی که من دارم میبینم این استیوی که اونجا رفته بالای تپه درخت بلند کاشته، رفته یه بخشی از چه میگن ملکیت چاه منطقه، مثلا اونجا آکوافر داره، یه آکوافر هست که رفته از چاهش مثلا یه قسمتی از اونرشیپشو داره که میتونه بره ازش آب برداره، بعد مثلا درخت کشته، هی انبار درست کرده. من احساس میکنم این تو دهه 80 یه اعتقادات پست آپوکالیپتیک و آخر زمانی داشته، در واقع فرار کرده بوده، پناه برده بوده به اون منطقه جاشوا تری که مثلا همه منابع سروایوال هم برای خودش فراهم کرده بود. یه بخشی از چاه داشته، این ماشینا و امکانات و اینا رو، درخت و شاید یه سری سبزی اینا هم اون پشت من دیدم میکاشته. شاید قدیما میگم مثلا یه بزی هم بوده اونجا، گاوی، گوسفندی، اینا رو هم برای خودش داشته که مثلا دقیقاً حضرت نوح که اگه همه دنیا رو آب برد این اونجا جاش امن باشه. این استیوی که من دیدم که یه تنه اونجا برای خودش این قلعه رو برپا کرده، از یک تفکر خیلی معمولی و منطقی بر نمیاد. حالا شما اگر واقعا به هیجان اومدید از این چیزی که من براتون تعریف کردم، همه با صدای بلند بگین 87. ولی واقعا وقتی این داستان رو تعریف کردن دوستام هم همینو بهم گفتن این یاری که میگی که تو ایدیز پا شده رفته اونجایی که اون موقع اصلا نه آسفالتی بوده، نه آبی بوده، نه هیچی بوده، این الکی نرفته اونجا. یه دوست دیگه هم گفت ببین اصلا همه اینا یه نشانه است. آخه چیه که الان این تو میگی زنگ زدی کانتی یهو بهت گفتن نه باید شما ساب سرفیس استادی بکنید، زمین رو بکنید، بعد کندن یه سری خطای جدیدی در اومده. اصلا استیو شاید یه کارایی داره میکنه، مثلا کانتی رو میره هک میکنه،
رگولیشن و کداشون رو عوض میکنه. شاید مثلا شبونه اومده این ترنچ ما بوده رفته با تیشه و کلنگ مثلا 2 تا چاک باز کرده، یه کاری کرده که اینا رو گول زده. شاید اصلا این جیولوژیستا رو هیپنوتیزم کرده، ما که نبودیم اونجا همه زمان. شاید مثلا این داشته مثلا اومده گفته آقا مثلا آب نمیخواین، این که برگشته مثلا با یه طلسمی با یه جادویی چیزی هستش دیگه اونجا تو منطقه جاشوتری خیلی هست، یا مثلا با پورتالای زمین ارتباط برقرار کرد. شما اگه که این غلیان احساساتتون رو نمیتونین کنترل کنید تایپ کنید 87. این 87 مثل اون حوله‌ای میمونه که وسط رقص فلامنکو در واقع اون چی میگن اون کولی شوریده حال یه لحظه دچار کاتارسیس میشه و میره توی یه فضای ترانسندنت و یعنی همون چاکرا هشتم که باهاش آشنا هستین. یعنی وقتی که دامن از دستتون میره شما 87 رو اینجا بنویسید. خلاصه من فکر می‌کنم اینا رو هیپنوتیزم کرده و اینا دارن اراجیف میگن. آخه مگه میشه یارو اصلا اینا رفته بودن اون زیر به خدا هی به هم دیگه میگفتن اوله و الله و مثلا یه چیزایی، یعنی به شعف اومده بودن اصلا از این چیزی که دیده بودن میگفتن اصلا مادر ارث تا حالا همچین کاری نکرده بوده که مگه میشه جهت خط همیشه اینوری بوده به اساس توپوگرافی، دقیقاً برعکس جهت 90 درجه این خطا افتاده بود. خلاصه این نظریه هم به نظر من واقعا جای فکر و بحث داره، چون هر جور که من نگاه میکنم از همه طرف منطقی به صورت علمی دیگه، ما آدمای خرافاتی که نیستیم، به صورت علمی و منطقی که نگاه میکنی بر اساس قوانین فیزیک و ریاضیات اینا با هم جور در میاد که استیو داره یه موشی تو این چاک زمین ما میدونه. اگه استیو میدونست در زبان فارسی الان اینقدر داستان‌ها براش ساخته شده، واقعا به نظرتون چی کار میکرد؟ تو کامنت ها بنویسید که چی کار میکرد.